سلام، خسته باشید. انشالله خداوند پشت پناه شما باشه که وصال حق و گذاشتی توی کانال، توی شبکه ماهواره. من یک سوال دارم. این شیعه های رافضی که میگن اول پیغمبر ما حضرت علی هست، آیا را میگوین یا دروغ میگوین؟ من یک سوالم دارم. این شیعه های رافضی میگن حضرت علی از کربلا چیز کردن، دفنش کردن. آیا درسته یا غلطه؟ من اسمم نادره، از روستای سیز زنگ میزنم. روستای سیز، بخش دگلان و بلوان آباد، از سنندج و قربه من زنگ میزنم. من یه سوالم دارم. ایشالله خداوند پشت پناه شما باشه که وصال حق گذاشتید برای این شیعه های رافضی که این دینه که خداوند برای ما گذاشته، اونها دارن دروغ میگوین و دارن تهمت میزنن به این دین. شما باید این اهل سنت ها و اهل شریعت خداوند و اهل خداپرستی و اونا رو برای مردم مشخص کنید. دست شما در نکنه و خدا حافظ شما. خدا نگهدار شما. برادر عزیز بزرگوار، در مورد این که شیعیان میگن که علی پیغمبر است، ببینید یک نکته رو باید اینجا آشکار رو بکنیم که عموم شیعیان فعلا، شیعیان اثنا عشری، این اعتقاد رو ندارن، نه خودشون نه علماشون. این واقعیت است. منتها اینها در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم مذهبی به نام مذهب شیعه اثنا عشری وجود نداشته. در زمان سیدنا علی وجود نداشته. در زمان ابوبکر و عمر و عثمان که اصلا ذکری از اینا نبوده. گروهی بودن همیشه با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه محشور بودن، به عنوان شیعیان علی محسوب می شدن، اهل سنت بودن. هیچ گونه از این اعتقادات خرافی که امروز شیعیان اثنا عشری دارن اونا نداشتن، تا اینکه عبدالله ابن سبع یهودی اومد به عنوان موالات در کنار سیدنا علی رضی الله تعالی عنه قرار گرفت و فرقه رافضه‌گری رو تأسیس کرد و ادعای ولایت و امامت و طعن صحابه رو مطرح کرد و این مطالب هم در کتاب‌های خودشون اومده که عبدالله ابن سبع یهودی اولین کسی بود که ایشون اومد و در مورد امامت و این مسائل صحبت کرد. من این مطلب رو از کتاب‌های خودشون خدمت شما عزیزان نشون بدم. این کتاب فرق شیعه است. احمد جان اگر این تصویر رو نشون بدن، این کتاب فرق شیعه نوبختی و قمی است و اینم صفحه دوم این کتاب. و این گروه بودن که اومدن و در بین مسلمان ها قضیه امامت رو مطرح کردن. این فرقه سبعیه اینجا در موردش در این کتاب توضیح داده شده که اینا اعتقادشون بود که سیدنا علی نمرده و زنده است و نمیمیره تا اینکه دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. یعنی یک نوع مهدویت قائل بودن برای سیدنا علی. فرقه 54 در کتاب فرق شیعه نوبختی و قمی در اینجا آوردن. میگه اصحاب عبدالله ابن سبع که کان اظهر الطعن علی ابی بکر و عمر و عثمان و الصحابه و تبرع منهم، اعلان براءت کردن از ابوبکر و عمر و عثمان و بقیه صحابه و ادعا میکرده که علی ایشون رو امر کرده به این کار. علی ایشون رو دستگیر میکنه، در مورد این کار ازش میپرسه، اقرار میکنه، بعد
امر به قتل صادر میکنه که مردم مانع میشن. خلاصه ایشون رو تبعید میکنه به مدائن. این عبدالله ابن سبع یهودی بوده، بعد ایمان میاره، ادعای ولایت علی میکنه. زمانی هم که یهودی بوده میگفته یوشع ابن نون امام است بعد از موسی. همین قضیه رو در اسلام آورده و بعد از وفات نبی صلی الله علیه وسلم گفته که علی امام است و اولین کسی که ادعای امامت کرده، ادعای فرضیت امامت رو کرده، عبدالله ابن سبع یهودی بوده و اعلان براءت از دشمنانش. تشکر میکنم احمد جان. این حقیقت این گروه هست. بعد اینا اومدن یک سری مسائل دیگری رو مطرح کردن و در همین کتاب در صفحه 33 اگر احمد جانشون بده، فمن ها هنا قال من خالف الشیعه ان اصل الرفض ماخوذ من الیهودیه. میگه به همین دلیل است که کسانی که دشمن شیعه هستن میگن که اصل شیعه از یهودیت گرفته شده. بر صورت این داستان عبدالله ابن سبع یهودی است که مؤسس این مذهب بوده. همین مطلب در کتاب‌های دیگر شیعه هم اومده. فرقه سبعیت در کتاب الانوار النعمانیه از سید نعمت الله جزایری، در اینجا عبدالله ابن سبع ادعا داشت که علی خدا هست و میگه که گفته شده که انه اول من اظهر قبل وجوب امامت علی، اولین کسی که ادعای امامت علی رو کرد و میگفت که علی نمرده و زنده است و خلاصه قضیه که اولین مهدی به اصطلاح در نزد اینها حضرت علی بوده. و ایشون ادعای تکفیر صحابه رو مطرح کرد، بیعت با علی و امامت علی. خلاصه این همچنین قائل به تناسخ ارواح هم بوده. این اعتقادات در صفحه 205 و 206 و 207 کتاب الانوار النعمانیه اومده. تشکر میکنم احمد جان. و همچنین در کتاب های دیگه مانند بحار الانوار همین مطلب اومده. این بحار الانوارشون هست، چاپ سال 1403. در اینجا باز در مورد عبدالله ابن سبع یهودی که ادعای نبوت هم داشته و ادعا میکرده که حضرت علی خدا هست. بر صورت این به اصطلاح شروع این قضیه امامت و دشمنی با صحابه از اینجا شروع میشه. در مسیر تاریخ این یک سیر تکاملی رو پیموده قضیه شیعه گری. شیعیان امروزی یعنی یک شیعه اثناعشری که الان وجود داره، اگر شما برگردونید مثلا به 10 قرن قبل، به 8 قرن قبل، این اعتقادات در اون زمان وجود نداشته. مثلا یک شیعی رو ببرید در سال 200 هجری مثلا، در اون زمان نه اعتقاد به اسمت وجود داشته، نه اعتقاد به امامت وجود داشته، نه اعتقاد به خیلی از مسائلی که امروز به عنوان اصول دین مطرح است در دین تشیع در اون زمان وجود نداشته. این یک مسیر تکاملی رو پیمودن تا به اینجا رسیدن. اگر شما کتاب فرق شیعه رو بخونید، شروع کرده که اولین شیعیان که بودن در کنار حضرت علی در زمان عثمان به عنوان مخالفین سیاسی مطرح شدن. بعد از اون آیسایسه اینا یک تکاملی صورت گرفت و اومدن بعضی از اعتقادات دیگر رو چسبوندن به تشیع تا اینکه امروز به عنوان شیعه اثناعشری جامع الخرافات همه فرقه های تشیع هستند. هنوز هم در بین شیعیان اثناعشری کسانی هستند که ادعا میکنم و من این رو با گوش خودم شنیدم، یک روحانی شیعه مستقیما به خودم گفت که شما میدونید که یعنی ما اعتقادمون بر این است که علی مرتبه نبوت داشت. یعنی گاهی اوقات اگر شنیده باشید میگن که امامت برتر از نبوت است و برتر از امام برتر از پیامبر است. اینها برمیگرده به همون ریشه های اصل خرافاتی که در کتاب فرق شیعه اگر شما بخونید حتما میبینید و همچنین در الانوار النعمانیه و در نورالبراهین در مورد اینا
صحبت شده. در طول تاریخ فرقه‌ای وجود داشت در بین شیعیان که بعد اینا تکامل پیدا کردن و شدن شیعه اثناعشری که به اینها میگفتن غرابیه. این فرقه غرابیه ادعا داشتن که اصلا علی باید پیغمبر میشد و جبرئیل علیه بالله خیانت کرد و رسالت رو یعنی وحی الهی رو به جای اینکه به علی برسانه به محمد صلی الله علیه و سلم فرستاد. سببش هم این بود که این دو نفر خیلی به هم شبیه بودن و جبرئیل اشتباه کرد. شاید باورتون نشه اما والله این مطلب در کتابای خودشون اومده. اینم کتاب الانوار النعمانی سید نعمت الله جزایری که یکی از استوانه های دینی اینها است و سالگرد ایشون در ایران برگزار میشه و خود خامنه ای همیشه تجلیل میکنه از این شخص و سید نعمت الله جزایری رو به عنوان یکی از استوانه های مذهب تشیع میشناسن. سید نعمت الله جزایری که متوفی سال 1112 هست، ایشون در همین کتاب الانوار النعمانیه، این هم صفحه دومش و این هم معلومات چاپش، در صفحه 208 در مورد فرقای شیعه میگه که فرقه وجود داشت به نام قالوا محمد به علی اشبه من الغراب بالغراب و الذباب بالذباب. میگه محمد به علی چنان شبیه بود مانند کلاغ به کلاغ و مگس به مگس. علیاذ بالله. ببینید تشبیه سیدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم و سیدنا علی رو به کلاغ و به مگس. فبعث الله جبرئیل، الله جبرئیل رو فرستاد الی علی، الله جبرئیل رو به علی فرستاد. فغلط جبرئیل، جبرئیل اشتباه کرد، غلط کرد. فی تبلیغ الرساله، در آوردن وحی من علی الی محمد، به جایی که به علی ببره به محمد صلی الله علیه و سلم برد. قال شاعرم که یکی از شاعران این فرقه شیعه شعری هم در این مطلب آورده که غلط الامین عن حیدر، که جبرئیل غلط کرد در مورد علی. فیلعنون صاحب الریش یعنی جبرئیل، اینا لعنت میکنن صاحب الریش یعنی بالدار یعنی جبرئیل رو. یک اصلی برمیگرده، شاید دیده باشید بعضی یعنی قدیما میگفتن که شیعیان بعد نماز دستاشون رو میزنن به روی پاهاشون، میگن خان الامین خان الامین، جبرئیل خیانت کرد جبرئیل خیانت کرد، در حالی که شیعیان اثناعشری این کار رو نمیکنن. شاید این زدن دست با معنی دیگری داره، پیشون ذکر دیگری شاید بکنن، اما این یک اصلی داره. قبلا این کار رو میکردن اما تا الان مثل ادعای کمونیستا که میگن که میمون تکامل پیدا کرد، اینا هم تکامل پیدا کردن به اینجا رسیدن. به هر صورت و همچنین اینها فرقه دیگری داشتن به نام الضمیه، لقبوا به لانهم ضموا محمدا لان علیا هو اله. فرقه از شیعه چی میگفتن؟ میگفتن که از حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم رو بد میبینن، ایشون رو نکوهش میکنن. لان علیا هو الاله، به خاطر اینکه علی ادعا میکنن که خداست. و قد بعثه لیدعو الناس الیه، اینها این فرقه که ضمیه نام دارن میگفتن که علی خداست و علی محمد رو فرستاده صلی الله علیه و سلم رو برای اینکه مردم رو دعوت بکنه به سوی علی. فدعاهم الی نفسه، رسول الله صلی الله علیه و سلم علیه بالله خیانت کرده و مردم رو به جای اینکه به طرف علی دعوت بکنه به طرف خودش دعوت کرده. و قال طائفه منهم بالالهیه محمد و علی، گروهی هم گفتن که هم محمد خداست و هم علی خداست. در مورد اینا اگر که شما بحث بکنید مطالب خیلی جالبی رو در کتاب‌های اینها پیدا خواهید کرد در مورد این خرافاتشون. در کتاب نور البراهین هم همین مطلب اومده. این کتاب نور البراهین این هم از سید نعمت الله موسوی جزایری، این هم در مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمی قم اینا رو چاپ کرده. در صفحه 310 جلد 2 اینجا هم میگه که
فرقه غرابیه قالوا محمد به علی نشبه بن غراب بالغراب و الذباب بالذباب. محمد به علی چنان شبیه بود مانند کلاغ به کلاغ و مگس به مگس. خداوند جبرئیل رو فرستاد به علی، جبرئیل غلط کرد در رساندن رسالت از علی به محمد و یلعنون صاحب الریش جبرئیل، به خاطر همین جبرئیل رو لعنت میکنن که خیانت کرده. و فرقه دیگه هم که ذمیه نام داره به خاطر اینکه میگفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو نکوهش میکردن و به خاطر اینکه ادعا داشتن که علی خدا بوده، رسول الله رو فرستاده محمد صلی الله علیه و سلم رو برای اینکه به سوی علی دعوت بکنه و رسول الله خیانت کرده علیه بالله و مردم رو به سوی خودش دعوت کرده، ادعای نبوت کرده برای خودش و فرقای دیگری که در تو داره. علی کل حال برادر عزیز بزرگوار که در این مورد سوال کرده بودید، این اعتقادات وجود داره در تاریخ تشیع. اینها یک سیر تکاملی رو پیمودن. شیعیان اول اینطوری نبودن، اعتقادات عجیب و غریب داشتن. هر امامی که میمرد، مثلا حضرت علی فوت کرد به شهادت رسید، بعد حضرت علی گفتن این مهدی است. همین فرقه‌ای که گفتن که علی کشته نشده و علی نمرده و علی برمیگرده، زنده است، در آسمان هاست، روی ابر هاست و دوباره برمیگرده دنیا رو پر از عذاب داد میکنه. امام حسین کشته شد، فرقای دیگری اومدن گفتن که نه ایشون مهدی است. امام حسن همینطور، امام سجاد همینطور، امام جعفر صادق همینطور. حتی بعد از وفات امام 11 حسن عسکری رحمت الله علیه، ایشون که از دنیا رفتن، حدود 20 فرقه شیعه با اعتقادات مختلف به وجود آمدن که بعضیاشون اعتقاد داشتن که حسن عسکری نمرده، ایشون مهدی است و در آخر زمان میاد. و یعنی در رأس همه این فرقه ها فرقه اثناعشری قرار گرفت که اینها گفتن که ما به این اعتقاد هستیم که ایشون فرزندی داشته، فرزندشون غیبت کرده و 4 تا دجال زندیق اومدن ادعای سفارت کردن برای امام زمان، 4 تا سفیر تعیین شد و خلاصه پول مردم رو میگرفتن و ایشونوش میکردن به نام امام زمان. شاید بعضیا بپرسن خب چرا امروز اثناعشری اینقدر مطرح هست در ایران، در افغانستان، در کشورهای دیگه، در پاکستان، در هند و چرا اینقدر توسعه پیدا کرده، چرا بقیه فرقه منقرض شدن؟ دلیلش این است که صفویت این مذهب رو، مذهب شیعه اثناعشری رو به عنوان مذهب رسمی خودشون قبول کردن و تقریبا 5 قرن قبل و 5-6 قرن قبل و اینها اومدن دین رسمی دولت رو اثناعشری قرار دادن و از همینجا بود که تبلیغ کردن. کتاب‌ها در این مورد نوشته شد. یکی از کسانی که در دوران صفویت به دربار صفویت نزدیک بود و میشه گفت که بزرگترین کتاب رو در مذهب شیعه نوشت که خیلی از علوم اینها رو تدوین کرد و اوضاعها تشکیل شد و خلاصه کار اینا رونق گرفت، همین ملا بقر مجلسی است که صاحب کتاب بهارالانوار، دایره الخرافات شیعه. این شخص این کتابا رو نوشت و خلاصه این شد دین رسمی دولت و دولت صفویت از جبل عامل لبنان علمای شیعه اثناعشری که در اونجا بودن اونا رو آورد و خلاصه اینا تمکین پیدا کردن در ایران، اهل سنت را قتل عام کردن و منتشر شد تشیع اثناعشری. قبل از صفویت اینها هیچ عزت و به اصطلاح حکومت و توسعه‌ای که فعلا وجود داره نداشتن. این مراحل به اصطلاح تکامل این دین بود که لازم بود به خاطر سوال برادر عزیزمون بهش اشاره بکنم. در مورد که حضرت علی در کربلا دفن است، نه، حضرت علی در نجف دفن است و سیدنا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما در کربلا دفن است.